بسم المعطر الحبیب. تصدقت کردم، دردت به جانم، من که مردم و زنده شدم تا کاغذتان برسد. این فراق لاکردار هم مصیبتی شده. زن جماعت را کار خانه و طبخ و رفت و روب و وردار و بگذار نکشد، همین بی همدمی و فراق می کشد. مرقوم فرموده بودید به حبس گرفتار بودید، در دلمان انار پاره شد. پریدخت تو را بمیرد که مردش اسیر امنیه چیها بوده و او بی خبر در اتاق شانه نقره به زلف می کشیده. حی لا یموت به سر شاهد است که حال و احوال دل ما هم کم از غرفه حبس شما نبوده است. اوضاع مملکت خوب نیست. کوچه به کوچه مشروط چیها چنان نارنج هایی چروک از شاخه جدا بر اشجار و الوار در شهر آویزانند و جواب آزادی خواهی داغ و درفش است و تبعید و چوب و فلک. دلمان این روزها به همین شیشه عطری خوش است که از فرنگ مرسول داشته اید. شب به شب برگیس میمالیم. سید محمود جان، مادیان یاغی و طغیانگری شده‌ام که نه شلاق و توپ و تشر آقا جانمان راممان می کند و نه قند و نوازش بیگم باجی. عرق همه را در آوردم و رکاب نمی دهم. می دانید سید جان، زن جماعت بلوغاتی که شد دلش باید به یک جا قرص باشد، صاحب داشته باشد. دل بی صاحب زود نخکش می شود، چروک می شود، بوی نا می گیرد، بید می زند، دل ابریشم است. نه دست و دلم به دارچین نویسی روی حلوا و شل زرد می رود، نه شوق وسمه و سرخا و سفیداب داریم. دیروز روز بیگم باجی ابروهایمان را گفت پاچه بز. حق هم دارد، وقتی که آن که باید باشد و نیست چه فرق دارد، پاچه بز بالای چشممان باشد یا دم موش و قیتان زر. به قول آقا جانمان دیده را فایده آن است که دلبر بیند. شما که نیستید، خمره سکنجبین قزوینی که باب میلتان بود بماند در زیر زمین مطبخ و زهرماری نشود، کار خداست. چله ها بر آن گذشته، بر دل ما نیز. عمرم روی عمرتان آقا سید. به جدتان که قصد جسارت و غر زدن ندارم، ولی به والله بس است. به گمانم آنقدری که در فالکوته طب پاریس طبابت آموخته اید که به علاج بیماری فراق حاذق شده باشید. بس کنید. به یزد مراجعت فرمایید و به داد دل ما برسید. تیمارش کنید و بعد دوباره برگردید. دلخوش کنک ما همین مراسلات بود که مدتی تأخیر افتاد و شیشه عطری که رو به اتمام است. زن را که میگویند ناقص العقل است، درست هم هست. عقل داشتیم که پیرهنتان را روی بالش نمیکشیدیم و گره از زلف واکنیم و بر آن بخسبیم. شما که مردید، شما که عقلتان اتم و اکمل است، شما که فرنگ دیده اید و درس طبابت خوانده اید، مرسول مرقوم دارید و بفرمایید این ضعیفه ناقص العقل چه کند؟ تصدقت پریدخت. بوسه به پیوست است.